سلام، خوبی بچه‌ها؟ امروز تجربه جدید داریم. توی سایت BMW یکی از برانچ‌هاش ثبت نام کردیم و درخواست کردیم که تست راید این موتور الکتریکی و فول الکتریک رو داشته باشیم ازشون. عرضم به حضورتون این مدل CE04 هست، فول الکتریکه. خیلی شتابش بالاست، یعنی به صورتی که شما یه نیش گاز میدید اصلا کل بدن تکون میخوره روی موتور. 0 تا 100ش خیلی سریعه. من تو این فاصله کوتاه نتونستم این کار 0 تا 100ش رو چک بکنم. با هر بار شارژ کامل 120 کیلومتر میره و تمام تنظیمات انواع رانندگی ها رو داره، حالت بارندگی و آفرود و یا چرود و یا حالت اکونومیک رو داره. 2 سرنشینه است. عرضم به حضورتون واقعا جذاب و سرعتش هم فوق العاده است. بیا روی اینجا. خب گاز رو داریم، ترمز جلو رو داریم، مدل رانندگی رو داریم، خاموش روشن رو داریم، این ورچراغ سو بالا سو پایین بوق، اندیکاتورها و توی منو میتونید با این جویستیک خلاصه جابجا بشین و تمام ستینگ رو انجام بدید. با این جویستیک ما میتونیم تمام ستینگ رو جابجا کنیم. و دنده عقب خیلی جالب بود. این تو اینا دکمه رو نگه میدارید و با اهرم گاز شما میتونید دنده عقب بیاین با نیروی خود موتور. 5 روز شارژ نگه. خیلی جذاب بود. بریم با هم یه رایدش هم داشته باشیم. آره قطعش کن. آماده ای؟ بگی شکم بالاتر. این یعنی خاک تو سرم اشتباه داشته میرم. چپ و راست خیابون رو من چیز کردم، اشتباه کردم. بگیرم از محیط. هنوز نرفتم. خسته شدی؟